آنی من اصلا ازت توقع نداشتم رفتی این یارو داغونه رو لایک کردی؟ من 100 دفعه بهت نگفتم این داغونه رو لایک نکن؟ خب طرفدارشم، بازیشو خیلی دوست دارم. طرفدارشی؟ آخه یارو چی داره؟ من نمیفهمم واقعا. فقط بلده یه زیرپوش چرک و چیل بپوشه، عربده بزنه، فیلم بازی کنه. همین زیرپوش چرک و چیل که میگی 3 میلیون طرفدار داره تو اینترنت. 3 میلیون طرفدار داره؟ بله. واقعا؟ اونی ما داریم به کجا میری؟ من واقعا نمیفهمم چی شد که یا اون قبه زیرپوش چرک و چیل تو چشم مردم افتاد. چی شد؟ ببین داری حسودی میکنی ها. نه چرا داری نه. من تو رو میشناسم. تو هر وقت حسودی میکنی ابروات اینجوری پرانتزی میشه. کو پرانتز کو؟ نه الان پرانتزه. خب باشه پرانتز باشه، ولی من گفته باشم من خودم زیرپوش تمیز رو به 3 میلیون طرفدار ترجیح میدم. گفته باشم تو اصلا خودت زیرپوش تمیز هست؟ بله که تمیزه. هر وقتم چرک میشه سری درش میارم برعکس میپوشم. الان برعکسشو پوشیدی؟ الان نه، هنوز 2 روز دیگه راه داره. آره اصلا برعکس اینا نیست که، برعکس کار دنیاست. اگه برعکس نبود الان من با این همه طرفدار شوهر تو بودم؟ بله بودی. نه. تو اصلا میدونی پرطرفدارترین اسم توی امریکا چیه؟ مارتینز. تو اصلا میدونی پرطرفدارترین اسم توی اروپا چیه؟ گمت. آره همون قیمت خودمونه. اینا چون قه ندارن اینجوری تلفظ میکنم گمت. اتفاقا قه هم دارن، خیلی هم قه دارن. همین پرطرفدارترین بازیکن فوتبالشون اسمش تییقی آنقیه. خیلی ساده یانی. تییقی آنقی نیست که، تیری آنریه. اینا چون میخوام بگم ما خیه داریم اونجوری میگن، وگرنه اینا خیه ندارن که هیچی. میم و جیم و ساد و تای دسته‌دار هم ندارن. به جای همش میگن ایکس. آره خدا رو شکر. ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که توش وفور حرف هست. آره اصلا پر حرفه. آره 2 نقطه داریم، 3 و 3 داریم، یه دونه ز داریم، اصلا به وفور همینجور ریخته. آره من خودم چند وقت پیش خارج بودم، یه ته دسته‌دار رو با دستش رو هوا می‌بردن. راست میگی؟ اینجوری اوضاع ناجوره اونجا. من خودم عاشق چیم؟ عاشق 3 نقطه‌ام. خیلی تلفظش باحاله. ولی هیچی تلفظش به پای تی چه انگلیسی نمیرسه. آفرین. آره تی 2 تا حرف کنار هم تلفظشون شاهکاره. فقط حیف که من هیچ وقت نتونستم درست تلفظ کنم. چرا؟ نه سخته. نه کاری نداره. ببین باید بگی ف. ببین باید زبونتو باید بچسبونی به سقف دهنت. خب بعد از ته حلقومت باید نفسو پرتاب کنی به سمت دندون عقلت. بگو ف. میتونی. اینا که چسبوندم چجوری بگم؟ ببین باید لوزت باید بلرزه. ببین مثلا بگو فری، بعد بلرزه فری. بلرزون. یه بار دیگه تلاش کن. ری. آفرین خیلی خوب بود. یه بار دیگه بگو. میخوام فیلم بگیرم ازت بذارم اینترنت طرفدارات زیاد شه. ری. میگم گوشید از این لمسی‌های پرطرفداره. آره میتونم منم لمسش کنم. خب بسه خراب میشه. بسه این دوباره کیه که لایکش کردی؟ یه زیرپوش چرک دیگه هست. این که چشاشه فقط معلومه که چجوری دیگه زیرپوش چرک بوده فقط از چشاش گرفته. آخه کیان اینا طرفدارشونی؟ همه چرک و چیل. ببین باز بحث چرچیل رو وسط ننداز. من 1000 دفعه بهت گفتم چرچیل آدم بدی بود، ولی استالین خیلی اذیتش کرد. بحث سیاسی نکن دیگه. میخوای بریم اونور حرف بزنیم؟ بریم.
خب طرفداری هم یکی از اون هزاران واژه‌ای است که معنی واقعیش فراموش شده. قبلا به کسی میگفتن طرفدار که هم عاشق بود هم دلسوز. الان طرفدار اونیه که تحت هر شرایطی مجیزگویی میکنه. طرف میره پشت میکروفون میگه به نام خدا. همه شروع میکنن دست زدن، میگن خیلی زیبا بود. در ظاهر یه به نام خدای معمولی بود، ولی این لحنی که این گفت خیلی یه دنیا حرف توش بود. یه سخنرانی گوش میکنی، تمام پوست کف دستشون ور میاد از بس کف میزنن، یعنی بابت تمام حروف اضافه و ویرگولایی هم که طرف میذاره کف میزنن. در کل بلایی که سر دست اینا میاد به مراتب شدیدتر از اونایی است که کلی راه رفتن تا کنسرت فلان خواننده و برگشتن. بعضی از این طرفدارها انقدر فداکارن که حاضرن برای چهره محبوبشون جلوی دوربین هم برن. فیلم تبلیغاتیه، ارزش هنری نداره، اما اینا در حد آنتونی کوین مایه میذارن. 3 2 1 میدن، میره جلو، بغض میکنه، کم کم گونه ها شروع میکنه به لرزیدن، یه قطره اشک از گوشه چشمش سر میخوره. از اینجا به بعد صحنه آهسته میشه. فیلم تبلیغاتی. طرف میره که چهره محبوبشو ماچ کنه، چهره محبوب جا خالی میده. در حالی که چشماش پر اشکه، پیشونی طرفدارشو میبوسه و تصویر همونجا ثابت میشه. زیرش مینویسه محبت در همین نزدیکی هاست. آره. 6 دستگاه BMW برای 6 نفر و 6,000 جایزه 1 میلیون ریالی برای 6,000 نفر با ارسال عدد 1 به 3080 و این که به طور غیر مستقیم، این خیلی مهمه، ارسال 1 به 3080 به تداوم این برنامه غیر مستقیم کمک میکنه. یه آقا داوطلبا امروز کمن، شما بیاین پشت سریتون. آره. یه خانم، شما بیاین. خب حال شما چطوره؟ بفرمایید. شغل شما؟ مدیر فروش است. مدیر فروش. شما؟ مدرس دانشگاه. دانشگاه. بسیار خوب. اول شما یا شما؟ ایشون. نمیدونید که میخوام چیکار کنم؟ ایشون. ایشون؟ قطعا.